دوستان همکنون خوش اومدید به پارت 4 بازی اسکیپ کانتینمنت بریج. تا جایی که یادم وارد فسیلیتی شدیم و نتونستیم از 306 فرار کنیم، ولی امروز یه راهی من براش پیدا کردم. بزن بریم برای یک فرار فوق‌العاده. الان میاد، وایسید. 50%، شاید 70، 80، 90. از کجا این پیدا شد؟ من یه بار تونستم فرار کنم ولی 2 بار شد. این اگه بیاره ما قشنگ رفتیم به دل جاده. باز این اومد که اشکال نداره. باز این لحظه آقا من یه بار دیگه تلاشمو میکنم. تو برنامه من این نبود به والله. یادم 2 بار تونستم از دستش فرار کنم، گفتم بیام به شما ویدیو رو نشون بدم ولی شانس اصلا به من رو نمیکنه. کمک من فرار دارم میکنم. کمک بابا، یکی منو از دست این دیوونه نجات بده. کمکم کنید. کمک بابا، یکی منو از دست این دیوونه نجات بده. بازینه، کمکم کنید، به من کمک کنید. بابا نکنین کارو. SCP-106. این از کجا پیدا شد؟ کمکم کنید. من نمیخوام. غلط خوردم، نمیخوام. باز کن، در زود باش. ببخشید دوستان، ظاهرا فی اپسش یکم کمه. خب به هر حال دیگه همین رو سیف کن بازیو. اینجا دیگه تنها راه فرار ازش فکر کنم. No matter where you go, he will always follow. چی شد یو؟ تبلیغه. نگران شده. کمک. من نمیخوام با دست این بمیرم. نمیخوام. باشه بابا، اصلا هر چی تو بگی. SCP-106. از این وره من میدونم. ای وای، یهو چی شد؟ اینه دوباره. به شدت هیجان زده شدم. به شدت. من اینو ندیدم مثلا. لااقل وقتی میخواد بیاد به من یکم هشدار بدید دیگه. تو رو خدا اینقدر منو اینجوری نکنید. بکنیم وسط دیگه گیر افتادیم. بیا جلو. از جلو نظام تو باختی. تو رو خدا اینقدر منو اذیت نکنید. من دوست ندارم اینجا بمیرم. با تو رو خدا بی خیال منو. من چیکارم بیام از این بازی کنم؟ حسابی ترسیدم. اینم دیگه نیارید خب. وی ماشین یه لحظه. من گیمپلی ادامه یافت. من رفتم توی گاد مود. من دیگه میتونیم از همه‌شون فرار کنیم. هستیم اینجا. حالا کافیه همین رو بریم صاف و در این صورت میرسیم به گیت بی. کافیه اینو برداریم و در رو باز کنیم.
all their game. Assim.